ساکنان 10 دهه دره رامید که در پایاناب دریاچه لیفیغر و قد راه کان طلای پکرود واقع گشته‌اند باید بیشترین فایده را از وجود این کان طلا به دست آورند، چون مالکان اساسی این کان هم همین مردم می باشند. اما وضع کاملا برعکس است. دهه‌ها و شرایط زیست مردم در یکی از زیباترین مکانهای کشور در 60 کیلومتری پایتخت و روی کانهای طلا بیشتر به دهه‌های عصر 19 شباهت دارند. به این دهه‌ها نه نزدیکی به پایتخت، نه وجودی کان طلا و نه در موقع خوبی سیاحی قرار داشتنشان کمک نکرده است. این 10 دهه لیفیغر، پوچیف، غوسکیف، دشت مزار، ویستان، پیشانداچ، ناوک، دیودره و کاخو در عصر 21 تا هنوز برق ندارند. انیقترش قسمان دارند از حساب نیروگاه های دست ساخت کوچک، گنراتورهای همیشه ویران، اما به این دهه ها تا حال خط برق برده نشده است. در بعضی از این دهه ها نیروگاه های خردککی دست ساخت که چند عائله را با برق کم شدت تامین میکند وجود دارند. این در حالی است که به کان طلا از نورک سیم برق برده شده است که از این دهه ها عبور میکند، اما به ساکنان اجازت نیست از آن پیوست شوند. از زمانی که چینی ها کان طلای پکروت را صاحب شدند، طلای آن بلای سر مردم این دهه ها گشته است. یکی از تازه ترین و خوشاب ترین دریاچه ها، دریاچه لیفیغر، به کان زهر تبدیل یافته است. زنبور عسل اطراف آن در حال نابود شوی است. قسمی از ساکنان این دهه ها به کار در کان طلا جلب شدند. کار در این گونه کارخانه ها به سلامتی انسان ضرر جدی دارد و مالک کارخانه باید بجز ماهانه همچنین جبران پولی پرداخت کند. اما نه تنها از جبران پولی خبری نیست، بلکه ماهانه مردم هم اگر پیشتر 100 سامانی بود، حالا تا به 50 سامانی در روز فرآمده است. بر زمین هر جشن و عید، انشاءات جشنی، سفر رئیس جمهور، جشنهای ناحیوی و غیره از این مردم پول جمع آوری می کنند. ساکنان می گویند امیرزاده سابق جنگاور فرانت خلقی با این راه از مردم دره رامید که سالهای جنگ در اختیار مجاهدین قرار داشت قصاص می گیرد و نفرتش به مردم دره را نیز پنهان نمی سازد. قصاص امیرزاده از مردم با غلامسازی مردان و زنان هم تمام نمی شود. کودکان این منطقه غلامان پولآوری حاکم شهر وحدت می باشند. در بهاران اکثر کودکان این دهه ها مجبورند به چکریچینی فرستاده می شوند. هر کودک مجبور است روزانه به ارزش 10 سامانی چکری جمع آوری کند، آن را فروشد و پولش را برده به مکتب بسپارد. این قصه کدام دولت غلامداری عصر 10 نیست. این زندگی کودکان دره رامید در عصر 21 در 60 کیلومتری پایتخت تاجیکستان است. اکنون درباره مکتب های این دهه ها، به استثنای یک مکتب در غوسکیف که کدام سازمان خارجی بنیاد کرده، از زمان استقلال مکتب های این دره نه نوسازی شده اند و نه حتی روی تعمیر را دیده اند. بیشتر این مکتب ها در حال صدموی قرار داشته. درس در اکثر این مکتب ها وابسته به باد و هوا و فصل سال است. خصوصا مکتب دهه پوچیف می شود گفت بام ندارد. البته یک شکلی به بام مانند بالایش موجود است، اما وقت باران یا برف بارید امکان نشستن در صنف ها وجود ندارد. بام همه این صنف ها می چکند. مکتب دهه ناوک که 7 سال قبل از طرف ساکنان بنیاد شد در تریزه ندارد و تحصیل در آن تنها در هوای معتدل امکان پذیر است. سال قبل قرار بود رئیس جمهور به دهه ارخوی دره رامید سفر کند. عنعنه است که قبل از سفر او حتما انشاءات بنیاد میکنند. ساکنان دهه هم به همین امید بودند. حتی آنها را برای حشر به مکتب دعوت کردند. اما برخلاف انتظاری آنها که فکر کردند مکتبی نو بنیاد می شود، هدف حشر
بنیاد حاجتخانه مکتب بوده است. سفر رحمان هم برگزار نگشت. ظاهراً دانسته می شود بریدن لنته حاجتخانه را پرزیدنت به خودش لایق ندید.